سبب هفتم که انسان مرتد میشه چی است؟ تأثیر به برنامه‌های جنگ فکری. جنگ فکری چی است؟ عمل جنگ فکری در بین مسلمان ها بسیار جنجالا را انداخت. اگر یک حدیث تطبیق کرد، یک سنت یک کس تطبیق کرد، از قرآن گپ زد، از صحیح بخاری گپ زد، میگه ای وهابی است. این دشمن صحیح بخاری ساخته، این دشمن صحیح مسلم ساخته، این دشمن سنت رسول الله صلی الله علیه و ساخته. در حالی که یکی از اسباب، یکی از نواقص اسلام چی است؟ کراهیت ما انزل الله. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. اینی مردم ها کافر میشن. چرا؟ به خاطر که بدبینی با ما انزل الله است. بدبینی با ما، یک سنت تو تطبیق نمیکنی و سنت ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که خود تطبیق نمیکنی بدبینش نباش. کسی که او را تطبیق میکنه که از او دشمنی نکن. چرا در چی داخل میشونن؟ در کراهیت با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک نفر مثلا ریش داره، خود ریش مانده نمیتونی، خلاص تو ریش تکل کردی، اما نگو که من ریش دارا بدم میایه، ریش بدم میایه. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله داخل میشه. یک نفر سنت های نماز تطبیق میکنه، وقتی که دیده که اینی باب است باره از این سنت است، باره از این سنت است، تو تطبیق کردن نمیدونی، امرای از او بدبینی نباشه. این حال بسیاری وقت است که به اساس برنامه های جنگ فکری بسیاری کسا کافر میشه. مثلا مجاهد تروریست میگن، شهید مردار میگن، مردار شهید میگن. خطرناک است. جنگ فکری است، چیزا را سرچپه آورده. فهمیدی یعنی؟ عالمی که مثلا کسی که ریش داشت، لنگی داشت، خانمش با حجاب بود، اینا افراطی میگن، یعنی بد انسان. بد انسان. آدمی که زناکار و بیدین بود، بی غیرت بود، بزرگ چی میگن؟ معتدل میگن. متوجه هستین؟ اینا چی است؟ برنامه های جنگ فکری است که بسیاری مردم ها را کافر ساختن. مثلا در وقتی که انگلیس ها در پاکستان، در هندوستان، شبه قاری هند وقتی از پاکستان نبود، برام شبه قاری هند وقتی که شرکت هند شرقی آمد اینجا مؤسسات خود جور کرد، گفت چی کنیم؟ دو سه برنامه جور کردن. یک برنامهشان یک تعداد مردم های ضعیف پیدا کردن، یک کس را پیدا کردن بخی تو دعای پیغمبری. این خیست دعوا کرد که به نام غلام محمد قادیانی که من پیغمبر هستم. اینی مردم های جاهل خبر نداشتن از جنگ فکری، آمدن که راست میگن. یک تعداد خیستن به ایمان آوردن، کلش مرتد شدن. یک کس دیگه خیز گفت که حدیث ما قبول نداریم، قرآن بس از صحبت کردن. قرآن که از کل چیزا در قرآن است، که حدیث چی کنیم؟ یک در حالی که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله ما قرآن بر تو نازل کردیم که توی قرآن بر مردم چی کنی؟ تبلیغ کنی، بیان بکنی، شرح بکنی، تطبیق بکنی. حالا مثلا در قرآن اقیم الصلاه گفتن، حالا اقیم الصلاه را که پیغمبر تشریح نکنه ما چه قسم نماز بخوانیم؟ اینا رو بر اساس قوانین جنگ فکری یک تعداد مردم چی شدن؟ این کسایی که آمدن برنامه را جور کردن که اکتفا تنها به قرآن، نام خودمان در قرآنی ها. این از کجا شروع شد؟ در هندوستان شروع شد. فهمید یعنی؟ از هندوستان دیگر از یک نفر پیدا کردن در مصر، اونجا هم شروع شد. دیگر از نفر پیدا کردن به نام پرویزی ها در پاکستان آمدن. حال مثلا یک تعداد افغان ها در امریکا و در اینجا چند در تلویزیون ها صحیح بخاری را ناصحیح بخاری میگن. اینا چی گفت است؟ این کلش برنامه چی است؟ جنگ فکری دشمنای اسلام است که بسیاری مسلمان ها به اساس عدم فهم، وقتی که عقیده را درست نفهمید، آیات قرآنی که درباره سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و پیروی از پیغمبر آمده، وظیفه پیغمبر آمده، یا را نمیفهمه یا فورا میخزن میگن. اینا رو بسیاری کسا با اینی گپای جنگ فکری مرتد میشه، کافر میشه، از دین میبراید. باز خودش هم چی میگه دیگه؟ قرار شیشه که نه باز بخیر ما و شما که باز یک وقت بریم که در جنت شیشته باشیم، باز اونجا صاحب در جنت اورا رسل کنی. همین نفر که از احادیث انکار میکنه، بازی دیگه تا خود درجه یک باز ببینی که ما صاحب در فردوس هستیم، باز ببینی که ما که پیغمبر شیشتیم، اما خبر نداره که جنگ فکری، فهمیدی یعنی
ات برده طالب دریا تشنه بردید، پس تشنه بردید و تو کافرت بسازن که تو خبرم نداری. بسیاری کسا 10 سال بعد خبر میشه ولی من خو کافر شدم. بازم خوشحال با حالش که 10 سال بعد بفهمه. بعضی کسا که مثل فرعون واره که در قبر بانش امی ملک الموت که بیای باز آمن تو بما آمن فرعون اون وقت چیغ زد من ایمان آوردم. الان وقت اصلا حال دیگه نافرمانی که توبه تو قبول نمیشه. پس خطرناکترین چیز آل جنگ، دشمنی با سنت پیدا میکنن، دشمنی با قرآن پیدا میکنن. یک مردم ضد قرآن هستند، یک تعداد ضد سنت پیغمبر هستند، یک تعداد ضد جهاد هستند، یک تعداد ضد نظام اسلامی هستند، یک تعداد ضد دولت اسلامی هستند، یک تعداد خلافت اسلامی که ابوبکر و عمر یا خودشون خلافت اسلامی داشتن انکار میکنن که هیچ اسلام خلافت اسلامی نیست. متوجه هستید؟ اینا یک تعداد این چی است؟ به اساس جنگ فکری از دین میبرای کافر میشه، مرتد میشه. فهمیدی یعنی؟ اینه. ولی بیچاره یک وقتی که میفهمه که کل چیز از دستش،